سلام دوستان، کنم وقتتون بخیر. امروز میخوام 5 تا حرکت برای تقویت عضلات گردن و سرشونه ها براتون انجام بدم که تو خونه خیلی راحت این کار رو انجام بدم. اولین حرکت، دستا رو باز میکنیم، یه چرخش به سمت عقب 5 مرتبه، 3 4 5، یه مکس، یه حرکت برعکس 5 مرتبه، 3 4 5. خیلی آروم دستامو میاریم پایین. دومی حرکت، دستا جلو، زاویه 90 درجه، 10 ثانیه نگه می‌داریم. خیلی آروم، زمان تموم شه خیلی آروم دستامو میاریم پایین. خب سومین حرکت برای تقویت عضلات گردن هستش. کف دست رو میذاریم بغل سر با 30% فشار و 10 ثانیه نگه داشتن رو انجام. تمام شد. برعکس 30% فشار و 10 ثانیه این فشار رو باید نگه داشت. این طرفین هست. حالا به طرف جلو 30% فشار، 10 ثانیه جلو. برعکس. این حرکت باعث میشه کل عضلات گردن تحت فشار قرار بگیرن و به مرور تقویت شن. خب حرکت بعدی حرکت سرشونه ها هست. میاریم بالا، آرنج دستا نزدیک بدن، 10 ثانیه نگه تا میتونی سعی کن شونه هاتون بیارین بالا، گردن داخل شونه ها قرار بگیره. 10 ثانیه خیلی آروم میاریم پایین. اینا رو هر کدوم از حرکات رو باید 3 ست 10 تایی انجام بدین در طول روز. خب حرکت بعدی حرکت نزدیک کردن کتفا هستش. من میچرخم، این حرکت رو ببینید. کتفا رو تا میتونید نزدیک هم، حتی میتونید دستا رو تو هم بذارید. این حالت کتفا به هم نزدیک شد کامل. 10 ثانیه نگه. خب درود بر شما. تا ویدئوی دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.